در 2 روز اخیر منات پول ملی آذربایجان در مقابل دلار آمریکا و یورو 47% قربش را از دست داد. روز سه‌شنبه صرافخانه‌های باکو برای 1 دلار بیش از 150 منات می‌دادند. به قربشوی منات پس از آن روی داد که روز 21 دکبر بانک ملی آذربایجان پشتیبانی منات را متوقف نمود تا قرب آن آزاد باشد. بسیاری بانک‌ها انتقال پول را قطع کردند. مشتریان در جستجوی دلار می باشند ولی پیدا نمودن دلار خیلی دشوار شده است. آذربایجان مثل دیگر جمهوری‌های سابق شوروی وابسته به مواد سوخت روسیه و قزاقستان قرب پولش را آزاد ماند، زیرا نرخ نفت در بازارهای جهانی به قدر قابل ملاحظه پایین شده است. 95% صادرات و 75% درآمد آذربایجان از نفت است. 21 دکبر صدها روزنامه‌نگار در بلگراد و 5 شهر دیگر سربیا جمع شده استعفای وزیر مدافع براتیسلاو گاسیچ را تقاضا کردند. 2 هفته پیش بعد یک سخنرانی ناجای وزیر مدافع، سروزیر الکساندر ووچیچ وعده داده بود که گاسیچ را از منصب برکنار می‌کند، ولی تا حال به قولش وفا نکرده است. روز 7 دکبر در نشست مطبوعاتی گاسیچ زنی خبرنگار پایین شده آهسته آهسته از دوربین‌های تلویزیون‌ها دور شد. اما وزیر مدافع با اشاره به این زن خبرنگار گفت خوشم می آید که زنان خبرنگار به آسانی به زانو می زنند. در اعتراض بلگراد جمع آمدگان شعاری خبرنگاران به زانو نمی زنند را بالا برداشته طلب کردند که گاسیچ در آینده از اشغال هر گونه کرسی دولتی محروم گردد.